سلام علیکم بر بچه چنل، چطورین؟ خوبین؟ خوشین؟ ما بازم اومدیم بچه‌ها. ما به این راحتی ها ولتون نمی‌کنیم. من بنده خدا هستم، گرگلینم بنده خدا هست به نام رزبل. تو اینستاگرام داره فعالیت میکنه، پیج جدانم داره، من مخلصم. چنل یوتیوب هم جدا داره، منم همینجور. ولی دیگه این دفعه اومدیم شریکی با هم برنامه ریختیم که جالب‌تر شه، لذت ببرین. گرفتین شیشی بهتون میگم. اومدیم یه چنلی بچه‌ها با هم دیگه زدیم. البته ما هر کدوم چنل‌های جدای خودمون رو داریم، ولی این چنلو با هم دیگه ما ریاکشن میریم رو ویدیو، کارهای طنز و دیگه نقد و بررسی ویدیوی سم و این چیزاست. امروز قراره چیکار کنیم آقا رامین؟ آقای گرگلی، امروز برنامه داریم که بریم سراغ ویدیوی وایرال تیک تاک که اسمش هم گذاشتیم تیک تاک شو. تمام اون ویدیوهایی که از چشم ما تو اینستاگرام دورن و تو دنیا وایرال شدن، ما متاسفانه تیک تاک نداریم، همه دنیا تیک تاک دارن. ولی خب امروز قراره روی ویدیوی وایرال تیک تاک ریاکشن بریم، بررسیشون کنیم، در موردشون حرف بزنیم و دور هم بخندیم و یه ذره خوش باشیم. امیدوارم لذت ببریم. برو تا بیریم. لایک و سابسکرایب هم بچه‌ها یادتون نره. نگاه چی تا گوشش گرفته. این خود روحش و بدنش جدا شد. بنده خدا خود رنگ از در بیاد. خدا زده اومده بودی فیشیال به این میگن، فیشال چی میگن، اومده پاکسازی صورت قشنگ، تمام وجودش از تو وجودش کشید بیرون، تاریکی از وجودش، لب و لوچش جو کش اومده بود انگار آدامس. ستارت. اوب 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 يلا برا تنلش نکست نکست. این چه جونوریه دیگه. میگم بچه‌ها یادتونه یه زمانی تو ایران معروف شده بود آدم کوتوله ایشون میدوید کف خونه و ویدیوش هم تو گوشی همه مردم بود، گفتن کوتوله کشف شده. او یه نوع میمونی بوده بنده خدا، کلوگیس گذاشته بودن رو سرش همجور میدوید کف خونه. اینا میگفتن کوتولنه، قیمتش هم میگفتن میلیاردیه. این چه جونوریه؟ این به من بگو. یا هموناه انسانه چیه؟ خدا ببینیم چیکار میکنه. به نظرت میتونه بره بپره؟ خیلی پدر. یالا نکست. با کلا خوردم زمین. یالا یالا ایوه این درازو میتونه. یالا یالا این میتونه. یالا تنلش خجالت نمیکشه خدا وکیلی. یالا 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 ایوه این خیلی جالبه. یالا مزمل یالا مزمل کوتولو یالا مزمل جالبه. حالا یکی هم بره. یالا خیلی خوبه اگه همچی اکیپی داشته باشین. یکیش قدش تو کوتاه، نرقولو یکیش قول، یکیش دراز. اکیپ پسران بچه‌ها. اگه این نر قولو پریده بود بعد تو پریده بود آخه. دیدی هم اول رید. یالا یالا مزمل یالا مزمل اوب یالا نه این میتونه. یالا يلا اوكي continue شو وصلش من شو دي كلامك والله مزمل يسوي. فقط ای جوی اون نره قولو بودم، ای که دوربین دستشه داره اینجا میخنده رو میگرفتم میکردمش دیگه که ای چلا اینا قشنگ پرشم میکردم. اینا قبره، همین راست گفتی، اینا قبره، اینا توش اوریخته همش دارن باز میکنن. اینا همینجور بازی میکنن تا آخر کار یک تو هم قبرات یکیشون چال کنن برن. اینا شوخی هاشون اینجوری. بریم بچه‌ها ویدیو بعدی. خب برو بریم ویدیو. Hi everyone, I'm Iluma. من یه قضیه بچه‌ها براتون تعریف کنم. یه مدت پیش یعنی تقریبا 1 سال 2 سال پیش ایلان ماسک بنده خدا اومد گفت
من ماشینی که ساختم تسلا، چینی‌ها نمیتونن ازش کپی کنن. خب ولی متاسفانه دیدین چینی‌ها خودش هم کپی کردن. اومدن خود ایلان ماسک کپی کردن. که بگن نگاه تو گفتی نمیتونین ماشینای ما رو کپی کنیم، ما خودت هم کپی کردیم. به قول خودش ایلون ما. آدم شبیشه. ابراهیم ایلون به اتپت کردن افتاد. English. این میخواد یه چی بگه نمیتونه. ذهنش چیه خوبی دستور میده اجراش کنه. I love you. بعد خیلی حرف تو دلش بود، فقط من گفت I love you. خیلی میخواد چیزا بگه نمیتونه. یعنی خیلی شبیه ایلان ماکس من اشتباه میکنم. ایلان ماسک بچه‌ها کی فکرش میکنه بره تو دولت آمریکا یه روزی؟ دیدی که شاید این ویدیو یادگاری بمونه. شاید هم مثلا یه روزی ایلان ماسک شد رئیس جمهور آمریکا. باید بشه. همینجور داره پلوی ترقی بچه‌ها داره طی میکنه. ایلون ما. I love you. Wow. Wow. بچه‌ها بعد از دیدن این ویدیو یه شعری اومد تو ذهنتون. جیگر همه اصفهانی‌ها بریم. مخلص همتونیم. Hey man. Oh, hey neighbor. Yeah, your foot's on my money. What? میگه پات رو پولومه. Nah, man, that's not my foot. I'm pretty sure it's your foot. No. Well, pick میگه پای من نی. میگه من مطمئنم پای توه. میگه نه پای من نی. your foot up then. And pick up your other foot. What? یکی Pick up پات your other بردار. foot. Can't hear you. What? گردن نمیگیره. یعنی یه بار یه طنز دیگه تو اینستاگرام دیده بودم، طرف پول عجیبش میفته رو زمین، کناریش دقیقا همین کارو که اومد پاش بذار، پاش گذاشت رو پای طرف. گو یه ذره ما اشتباه محاسبات کردی. آخه این دقیقا منم تو حساس ترین موقع زندگی. این سال نوه همه دارن فیلم میگیرن از رو برج خلیفه که داره لحظه شماری میکنه برای سال تبه. بنده خدا گوشیش هنو بالا نیومده. خواهی گوشیش هم ایسوزه. ایسوز ما گوشی میده بیرون ملت. چرا قدیما هم میداریم، این مال دوران آفتاب سنگیه. خیلی اوایل اومده بود یه تبلتوی میداد پشتش گوشی فرو میرفت توش. خیلی ایده جالبی بود ولی خود شکست خورد. یه زمانی هم گوشی نامری اومده بود، شیشه ای بود. عکسش میزدن رو مجله موبایل. خیلی خدا بزنم. خیلی دارن ازش هم میخندن پشت سخی. جاکش خب گوشیت بده بهش. دیدی؟ Can I have a guest, please? Why not? We're in love, and one way or another we both. این ننو ازش قشنگ مشخصه که خیلی زن افاده ای بوده. فیسو و چوسی زیاد می اومده. حالا اومده سر خونه و زندگی خودش، نگاه دخترش بکن، میگن کارما همیه، کارما قشنگ نشست بهش. این دختر چه افاده ای براش، چه چوسی اومد. ازش هم معلوم مال اروپای شرقی هستن. نگاش بکن چقدر اینا با مرام و با معرفت هستن. دارن هم هی مثل گوسفند دور هم میچرخن، آیجو دارن اینجا همین گله‌ای میچرخن. خواهی بنده خدا نمیتونسته، نمیرسیده، بردنش تو هوا قشنگ، بردن کننش تو گله گند خواننده و دمش گرم. این الان من رفتن مکه همشون. با ایجو پایه باشینا کس کشا. فردا ایران کنسرت آزاد شد، این شکلی شد، حواستون باشه گله گند همدیگه قایم بگیره، اینا رو بدین تو هوا، ببرین رو کنینش تو خیر خواننده.
کرد. مثلا اگه گریه کنه من باز گریه. اینا همشون فیلمشونه. این یه گریه خودش هم دیگه نیومد، دید داره گریه میکنه. یه بند انگشت بیشتر نیستن ها. میگن این روشو خیلی جواب میده رو بچه. میگه حواستون اگه بچه باشه. گریه کرد خودت بدتر از او گریه کن. نگاه هم که به قول آقا رضا که هم تو بچه گریه کرد یعنی ار بزن ها. او دیگه میرینه خودش قشنگ. یادش میره چی تو شده بود. بریم بچه ها ویدیو بعدی. ما همچه سرمایه برای شیراز آرزو داریم. این روزا هم سرد شده، الان قبل عیدیم خیلی هوا سرد شده. حالا سردی ما چیه منفی 1. یعنی الان که سردا شیرازی ها خب دیگه باید بشناسین یه خورده کنگوشات که حسن هیچی هم تو یه سرمای بارونی برف شکر خدا افسانه ایه اینجا. یه ذره بارونی هوای سردی بادی بیاد دیگه همه تو لونه هاشون قایم شدن. این همچی سرمایه ای اومد هممون یخ زده مردیم. هیچ مغازه‌ای نه واز میکنه، نه کسی میره منسه، نه کسی پاش میذاره بیرون. قشنگ منقرض میشیم. آخرین با من کلاس 5 بودم برف من. اوه چه حالی میده همینجوری یه شلواری بذاری یه پیرنی هم بذاری روش ولش کنی ماشین که میاد همینجور اول یا با سرعت میزنتش یا باید وایس ببینی چیه. طرف قشنگ پشماش میریزه. اوریالی خودت قایم کن. ای پش خورد رو قیب شد. ترکش میندازه. این بچه ها صابونو خیلی خوبه دیگه، میتونن تیکی تیکش کنن بزنن هر کی دستش بیاد راحت میشونه. دستگاه پرسو ای باشه میشه روش امتحان کنیم. یادت قدیما تازه این ویدیو اینا خیلی معروف شده بود، تو یوتیوب میدیدیم گفتیم کاش من این دستگاه پرسو داشتم همه چی میذاشتیم زیرش. ها اینا خیلی چی سوسیسه؟ ها حیف سوسیسا. حیف قابو. این دقیقا موقعیه که نشستی در 12 دخترم پشت سرت نشست. رفتی تو هم جست کونت سفت قایم گرفتی یا نگوزی خودت هم دپرس گرفتی. یک پوزی هم گرفته کاش هم یو رفته بود افتاده بود پشت. نگاه بچه ها بیا یه بار دیگه نگاهش کنیم جور خودش صفر نگه داشته که هم جوری که هوا هم جوری هم من پایین. نگاه خیلی صفر خودش نگرفته. Wow, look underneath it. اینجا چرا سلخه؟ Wait, is that lady still taking pictures? Wow. wicked. بچه ها این همیشه مود ما موقع صبحانه بود که میخواستیم بریم مدرسه. خیلی چه اعصابش هم خورده. جوال بيطير يا ناس بموت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. این خود بکشاره جاتون. سگه میگه ای وای میسه اینجا تا هر روز انسان یعنی صاحبش بیاد ببینتش، منتظر صاحبشه. ایجا هر روز منتظر صاحبش اینجا وای میسه. صاحبش هم بچه مدرسه ایه درسته؟ ببینه خودش نزدیک‌تر. خب مطمئن شد.
سگو خوشبخته هم دخترو. تو با دقت هم نگاه دورتر پوزش چیجور پوزش گرفته میکشی. یه هم مثل همون ویدیو اولی بود که دیدیم درسته؟ خب می مجبوری که اینا حالا چرا ایجور میکنه. حالا بریم ادامه. How'd you sleep last night? میگه دیشب چجور خوابیدی؟ خب بخورتش میگه چیکار من داری تو؟ Kick your legs out and go. بچه اینجا دیگه سری سری رد میشه. رد دست خدا. این دقیقا بچه فامیله. وقتی هم رد میبریش من همین بله و سرش بیاری. دارن غذای خورن. غذای چیشه غذای دارن؟ حیوانات فکر کنم. طول حالا غذای خود خود ضعیفه این را دست ای بوسون. دلم میخواد غذای خودشونو بدیشون 100 تا حق میزنن ولی تو فش میکنه رو سگ میخورن. ملت خلاقیت ها کلی میارن. بنازمه براش جرسانش بود دنیا. جیغ میزنه نگاه باباش هم اومد سرش گرفته میگه استاپ. خب بچه ها بیان قضاوت نکنیم شاید یه مشکلی داشته. این دقیقا اسپایدرمن منطقه ما. هی نزنیش بوی. نه نمیخواه بزنه. You gotta be kidding me. ای ما بریم برزن. زدش کجور؟ را دیگه من تو باستان کی؟ فکر کن بزن فکر کن نشسته باشی همینجوری تو مثل تو خاله دیدی میشینی همینجوری نشسته باشی کف حیا یه چیزی اون رد کنه. شانس ماه. خواه بچه ها همینجور که دارین تماشا میکنین این کفش کسیه که زیاد میره ادارجات ایران. بچه ها رسیدیم به پایان تیک تاک شومون. امیدوارم لذت برده باشین. یه بازه زمانی خیلی کوچیکی ما باز کردیم من آقا رضا گرگلی. که همه غمامونو بذاریم کنار لذت ببریم از این بازه زمانی. بیا یه قلبم برای سابسکرایبرایی که چی نه تو دستت بذار اینجوری قلب برای شما. بچه‌ها لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید. دمتون گرم. عشقین.